علی چه میخوری؟ بلال کاکا زرت بلاله پسندته سیف الله یا نه؟ دسته گل محمدیه یا نه؟ کاکا گفتیم این هوا خونه که هوا پاییزی استفاده کنیم از این هوا. والا این لاکچریا میگن بریم جوج بزنیم، اینا که تازه رفتن تو شهر میگن بریم چتو بال بزنیم، ما داتیه هم میگیم بریم بلال بخوریم. آخه از این بلالم کردی بلال شده بلال بیشی. حالا لیمو با پاشم رود که یعنی او چتو بال مال لاکچریا خوشمزه تر بیشی. بذار 2 دقیقه تو معدم حالیت میشه. میفهمی یایمن ماست چقدر کره داره. ایدا تا الان ما تو تهران باشی کنار برج میلاد دست این لاکچریا باشی، دست سفید بلوری بخوره قدت، نه دست ای ما که سیاه مثل داسه دست وای بعد میگن نمایی نخورین فشار خون میگیرین. فشار خون بره اینه که صبح دپسی میخورن و ایته و زیر کولر میفتن، نه بره ما که اینجا و میخوریم 10 دقیقه واگیرم و سر و کمروه. نگاه کو این فشار خون غلط کنه بیا طرف ما بیسه مینا چطوره. مزه هم هست خیلی مزه بچه دمش گرم، ولی او خوب نداده با او کود مرتب میزن صاحبش. باورم نصیحتش کنه امشو بعد از بز زارتو بخورم.